الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. این دست ها برای دعای میلاد بلند شده اند. میلاد پسر 11 ساله بود که دیروز در حمله انتحاری در مسجد و مدرسه باقرالعلوم جان داد. در اینجا کاکای دیده می شود که قبر برادرزاده یتیم خود را آماده به خاک سپاری می کند. وی می گوید برادرش که تکثیران بود نیز حدود 1 ماه قبل در یک رویداد جنایی کشته شد. امیر محمد کاکای دیگر میلاد در مورد وی چنین می گوید: خاصیت خوبی داشت که در سن 10 سالگی از پدر کنجی باقی مانده. این تانوز میخواست که ما سرپرستی این خانه را در دوش رو بگیرم در 10 سالگی. یعنی خاصیت های خوبش بود دیگه. میلاد ابن عبدالله انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. اینجا خانه میلاد است. در این تکه سیاه عکس پدرش بود و حالا قرار است عکس وی به عنوان قربانی حادثه دیروز در اینجا گذاشته شود. پدر کلان میلاد که با از دست دادن پسر و نواسه‌اش حواسش را از دست داده چنین میگوید: گفت بابای پایای ما درد میکنم ما برم نرو. ما گفتم نروید. دیر زنیم اینجا گفت نه بابای مارم با قربالون مارم اونجا قرآن میخوانم و اینجا بداره که سن خانه میم. خب باری دیگه ما از پوچ نماز خواندم سن با قربالون رفتم. با قربالون رفتم که یک دست در دعا بود. خلاص شده دست در دعا بود که یک را صداقت جرخ که سعی کنم که درگاه لبلیم افتادر چی که قوت بکنم است درگاه برسده نمیتونم. سربلا برسدم دان درگاه گیر کردم گوشیش کرمش چی اونو یک 3 دانه پیسه داشت اون ما منجا بود اون منجا اشتد دیر خو. حمله انتحاری 21 نوامبر بیش از 30 کشته و حدود 90 تن زخمی به جا گذاشته است. به گفته بزرگان قومی در این مسجد شماری از جسدهای قربانیان هنوز ناشناخته باقی مانده اند و 1 تن که نزدیک انتحار کننده بود هیچ اثری از وی موجود نیست. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.